همیهنانم، شما با حضور گسترده و شجاعانه در خیابان‌های سراسر ایران برای سومین شب پیاپی دستگاه سرکوب خامنه‌ای و رژیمش را به شدت ضعیف‌تر کرده اید. گزارش‌های معتبری به دست من رسیده است که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی برای مقابله با جمعیت میلیونی مردم در خیابان‌ها با کمبود شدید نیرو روبروست و تاکنون بسیاری از نیروهای مسلح و امنیتی نیز محل کارشان را ترک و یا از دستور سرکوب مردم سرپیچی کردند. آنچه برای خامنه‌ای باقی مانده اقلیتی مزدور و وحشی است که همچون رهبر جانیشان ناایرانی و ضد ایرانی هستند و شما ملت بزرگ ایران را دشمن خود می‌دانند. مطمئن باشید که آنها به سزای اعمالشان خواهند رسید. من ضمن تأکید دوباره بر فراخوان دوم خود برای ساعت 6 بعد از ظهر امروز یکشنبه 21 دی ماه از همه شما می‌خواهم که به صورت گروهی با دوستان و اعضای خانواده به خیابان‌های اصلی شهرها بروید. در طول مسیر از یکدیگر و از جمعیت مردم جدا نشوید و به مسیرهای فرعی که میتواند جانتان را به خطر بیاندازد نروید. بدانید که تنها نیستید. هممیهنانتان در سراسر جهان صدای شما را با افتخار فریاد میزنند که حتما تصاویر حضور پرشمار و گسترده آنها را از طریق صفحه تلویزیون میبینید. دنیا امروز کنار انقلاب ملی شما ایستاده است و شهامت شما را تحسین می‌کند. به ویژه پرزیدنت ترامپ به عنوان رهبر جهان آزاد شجاعت وصف ناشدنیتان را با دقت دیده و اعلام کرده که آماده کمک به شماست. خیابانها را رها نکنید. قلب و روحم با شماست و می‌دانم که به زودی در کنار شما خواهم بود.